نذارید مردم شعار بدن مسجدی هیئتی تو دشمن ملتی. ملت بزرگوار ایران، درود. در این روزهایی که سخت مشغول مبارزه با جمهوری اسلامی هستیم، ما هرچه صبر کردیم ببینیم این هیئات و مساجد که ادعای مردمی بودن دارن، ادعا دارن که برای حسین ابن علی عزاداری میکنن، ادعا دارن که مقابل ظلم نیستن. هرچه صبر کردیم ببینیم اینها بعد از 4 دهه بالاخره بیدار شدن و دست از حمایت از حکومت جمهوری اسلامی، دست از حمایت از این ولی فقیه ظالم آقای خامنه‌ای برمیدارن. چیزی ندیدیم. اینها حرف حساب حالیشون نمیشه. من در این پیام میخوام به زبون خودشون با اینها صحبت کنم. این سران هیئات و مساجد که سالهاست فریاد عدالت خواهی سر میدن، سالهاست که منبر در این هیئات و مساجد دایر کردن و روی این منبرها دارن از حسین ابن علی دم میزنن، از 12 ماه سال و 12 ماهشو مشغول عزاداری هن و بر سر و سینه خودشون میزنن. خب اگه وجدان ندارن، اگه عقل ندارن، حداقل به همون مذهب خودشون، به همون اصول اعتقادی خودشون احترام بذارن. حسین ابن علی مقابل یک فرمانروای کشور دیگه نایستاد، مقابل فرمانروای کفار نایستاد. حسین ابن علی مقابل کسی ایستاد که خودش رو خلیفه مسلمین خطاب میکرد. یزید خودش رو ولی مسلمین خطاب میکرد. خب حسین ابن علی مقابل همچین شخصی ایستاد که به اسم اسلام و به اسم مذهب داشت بر مردم ظلم میکرد، داشت بر مردم ستم میکرد. کسی که لیاقت چیزی نداشت ولی به اسم اسلام قدرت رو قبضه کرده بود. حسین ابن علی مقابل چنین شخصی ایستاد و در این راه جونش رو داد، چیزی که تاریخ میگه شما بهش اعتقاد دارید. خب این سران هیئات، این سران مساجد اگه وجدان داشته باشن، اگه بیدار شده باشن، بعد از 46 سال ظلم و ستم و کشتاری که این جمهوری اسلامی بر مردم روا داشته، بعد از این همه فساد و تبعیض و نالایقی که جمهوری اسلامی که مسئول همه اینها شخص آقای خامنه‌ایه، بعد از اینکه اینها رو دیده باز هم داره به حمایت از حکومت ادامه میده، اینها دیگه جایی برای سخن باقی نگذاشتن. حکومت این هیئات و مساجد رو کرده ابزاری برای سرکوب ملت، اینها رو کرده ابزاری برای ترساندن ملت. چرا اومدید تو مساجد پایگاه بسیج زدید، با آتوم ریختید، گاز اشکاور ریختید دست این بسیجیا و این نوجوانا با آتوم و اسلحه میدید که برن تو اعتراضات مقابل ملت بایستن؟ چرا دست هیئتیا با آتوم میدید که مردم رو ضرب و شتم کنن، مردم رو بترسونن؟ این کجای مذهب شما معنی داره؟ این کجای مذهب شما جایی داره که شما بیایید ملت خودتون رو بزنید؟ از سگ وفاداری رو یاد بگیرید. شما به سگ یک استخون میدی تا آخر عمرش برای شما دم تکون میده. بعد این ملت که پولش رو ریخته توی هیئات و مساجد، شما از پول و سرمایه این ملت، از حمایت‌های این ملته که داره چرختون میچرخه، از سرمایه‌های این سرزمینه که شما دارید اداره میشید. بعد شما اومدید شدید ابزار سرکوب ملت، شدید ابزار این که جمهوری اسلامی تقویت بشه، در قدرت بمونه و به چپاول و غارت ثروت مملکت ادامه بده، به ظلم و ستم و تبعیض ادامه بده. این منبرهایی که توی این مساجد و هیئات دایره دیگه منبر حسینی نیست. روی این منبرها دیگه فریاد درد مردم سر داده نمیشه. روی این منبرها فقط حکومته که داره تمجید میشه. روی این منبرها فقط داره از شخص اول مملکت که بزرگترین ظالمه در این سیستم داره از اون تمجید میشه. این منبرها دیگه منبرهای عدالت خواهانه نیست. این منبرها دیگه منبرهایی نیست که روش درد مظلوم فریاد زده بشه. وقتی مذهب وارد سیاست شد، این مذهب نیست که سیاست رو پاک میکنه، این سیاسته که مذهب رو آلوده میکنه. و امروز هیئات و مساجد ما آلوده شدن به نمادهای حکومت، آلوده شدن به عکس خمینی و خامنه‌ای. بکشید پایین این نمادهای حکومت رو، بکشید پایین عکس خمینی و خامنه‌ای رو، بذارید ملت ببینه که هیئات و مساجد مثل گذشته پایگاه مردمیه،
مثل گذشته جایی برای اینکه مردم به اونجا پناه ببرن، در اونجا اجتماع کنن و فریاد بزنن ظلمی که داره بهشون میشه. من هشدار میدم به تمام سران هیئات و مساجد، این نصیحت نیست، این هشداره. ما در تایم طلایی قرار داریم، یعنی دیگه زمانی نمونده، این طبقه حاکم چیزی نمونده که بره و برای اینکه سقوط نکنه جمهوری اسلامی، این مافیای ولایت فقیه برای اینکه از قدرت کنار زده نشه تصمیم داره تا جایی که میتونه بکشه و زندانی کنه و سرکوب کنه و در این راه قراره از شما هیئات و مساجد استفاده کنه. اینها بالاخره میرن، ملت دریای خون هم را بیفته نمیترسه و پای مبارزش ایستاده. اینها برن شما میمانید و ملت. این ملت فراموش نمیکنه که مسجد و هیئت شده عامل سرکوب ملت. نذارید مردم شعار بدن مسجدی هیئتی تو دشمن ملتی. ما از شما انتظار نداریم که برید تو خیابون مقابل حکومت بیستید که باید این کارو بکنید، وظیفه شماست، ولی ما از شما چنین انتظاری نداریم. شما ارزه این کارها رو ندارید. شما فقط به درد این میخورید که بشینید گریه کنید یک کنجی. شما ارزه ندارید، شجاعت این کارو ندارید. از عباس و ابوالفضل و حسین ابن علی دم میزنید ولی شجاعت این کارو ندارید. ما از شما چنین انتظاری نداریم، ولی حداقل مرد باشید، دیگه نشید ابزار سرکوب ملت. نیاید تو خیابون مقابل ملت بایستید. این ملت نمیخواد برادرکشی کنه. این ملت نمیخواد هم میهن خودش رو بکشه. نمیخواد هم میهن خودش رو ضرب و شتم کنه. پس ما از شما انتظار نداریم مقابل حکومت بایستید، ولی حداقل انتظار ما از شما اینه که دیگه عامل سرکوب ملت نباشید. دیگه ابزار حکومت نشید برای اینکه حکومت به تداوم خودش ادامه بده. ملت خودش ارزه داره، حکومت رو پایین میکشه. اگر هم لطف کنید پشتیبان ملت باشید، این ملت بزرگوار بخشنده و قطعا این کمک های شما، این پشتیبانی شما رو فراموش نخواهد کرد.